واقعا باید کالبد شکافی کنیم و ماجرای انتخاب فیروز کریمی به عنوان مربی موقت در استقلال رو باید تمام مسائل پشت پردهش رو متوجه بشیم. اون جریان، اون افراد و اون مسئولانی که پیگیر انجام این کار بودن، اینها افکار خطرناکی هن، اینها اصلا جریان‌های خطرناکی هن. و باز یه گزینه دیگه آقای ساکت الهامی هم اسمش باز مطرح بود، اون افرادی که فکرشون میرسه، اون اعضای هیئت مدیره‌ای که فکرشون میرسه به اینجا که باید چنین انتخاب‌هایی رو انجام بدن، اینها دورانشون تموم شده. اینها مثل آقای فیروز کریمی که آدم محترمی هم هست، سالها در فوتبال نتایج خوب داشته، مربی فنی خیلی خوبی هم بوده، تونسته یه تیم رو غیر از استقلال پرسپولیس به مقام قهرمانی آسیا برسونه، چیز کمی نیست، من احترام قائلم برای ایشون. ولی امثال ایشون دیگه نمیتونن در چرخه مربیگری استقلال حاضر باشن. یعنی این نسل زد، این نسل جوانای دهه 80، این بچه‌هایی که امروز طرفدار استقلال هستن، اصلا این فضاها رو دیگه بر نمیتابن. به اعتقاد من اون افکاری که انتخاب فیروز کریمی رو انجام دادن، اون افرادی که به حضور فیروز کریمی رأی اعتماد دادن، رأی مثبت دادن و بعد ناگهان نیم ساعت، یک ساعت بعد وقتی که متوجه آماج حملات، اعتراضها و شلوغی‌هایی که توسط هواداره استقلال در فضای مجازی انجام شد قرار گرفتن، بلافاصله همشون برگشتن از این تصمیم. خب این واقعا به نظر من خیلی هولناکه که شما میری یک رأی میدی به عنوان یک عضو هیئت مدیره با سابقه رزومه‌های فوتبالی که حالا از این 5 نفر عضو هیئت مدیره 4 نفرشون سابقه فوتبالی دارن و میبینیم که همه اینایی که سابقه فوتبالی دارن رفتن رأی اعتماد دادن به حضور آقای فیروز کریمی. بعد پشت سرش یک ساعت بعد بلافاصله پشیمون میشن. بعد شبش یهو میبینیم از توی فرودگاه مربی خارجی پیدا میکنن. واقعا این معادله‌ای که یهو از انتخاب مربی ناپولی و اینتر به انتخاب مربی مصطفی استقلال خوزستان در لاین خروجی فرودگاه امام میرسی، این واقعا خطرناکه. این باید استقلال از این موضوع و از این تفکر و از این نگاهی که وجود داره برای فصل بعد نجات بدیم.